خب دوستان سلام عرض ادب، در خدمتتون هستم با آموزش نحوه ساخت ویدیو با استفاده از تکست با هوش مصنوعی. در ابتدا وارد سایت weed.io میشید و بعد از لاگین کردن داخل سایت میرسید به این صفحه. بعد از اون گزینه AI تکست و ویدیو رو میزنید و اینجا موضوع ویدیو و به طور کلی اون چیزی که میخواید در نهایت مشاهده بکنید رو نویسید. مثلا ما در اینجا میخوایم در واقع در طی یک کپشن، در طی یک فیلم در اینستاگرام میخوام به فالوورام اعلام کنم که داشتن یک وبسایت فروش جعبه های کادو مخصوصا در جعبه های کادو من درست کنم. تکست دوستان یادتون باشه خیلی مهمه، چون اشتباه بگید بعدا متوجه میشه چی میشه، مخصوصا در روزها و اعیاد خاص مانند جشن‌های ایرانی و یا ولنتاین و غیره میتونه سود زیادی رو به همراه داشته باشه، مخصوصا اگر یک وبسایت اینترنتی داشته باشیم که از طریق سئوی گوگل هم اون رو به کاربران نشون بدیم. میخوام از درآمد بالای چنین طرحی به کاربرا توی ویدیو تصاویری از خونه ها و ماشین های لوکس بیرشه و این علامت رو به فالوورم بدم که با افتادن در این مسیر میتونه چنین آینده ای رو برای خودش به رقم بده. در نهایت در آخر ویدیو میخوام به کاربرا گفته شه که این ویدیو با هوش مصنوعی ساخته شده و برای دریافت لینک آموزش اون کلمه هوش مصنوعی رو کامنت کنن تا در صورت رسیدن این کامنت ها به 500 عدد آموزش رایگان این ویدیو رو داخل صفحه داخل یوتیوب بارگذاری کنم. با تشکر. خب ما رو از این یه کپی میگیریم و آماده ایم که دکمه جنریت ویدیو رو میزنیم. اینجا باید اگر میخواید آواتار داشته باشین ویدیو آواتارتون رو میذارید، اگر نخواهید داشته باشم که خب میتونید خیلی راحت آواتارتون رو حذف کنید، فقط گزینه وایس اونلی باشه، این فقط صدا بیاد.
یعنی در واقع تصویر از آواتار نباشه. خب بعد مسلما فارسی باشه، اونایی که برای فارسی زبان ها هستش. توسط چه شخصی هم حالا میخواید گفته بشه، توسط حالا 2 تا گوینده داریم در اینجا که همونطور که ملاحظه میکنید. نحوه فونت ها چجوری باشه، این حالت تغییر فونت ها اینجا شاید هستید که خب من ترجیح میدم اینجوری باشه. مکانشون هم که احتمالا در ادامه میتونیم اونا رو بالا پایین بکنیم. خب دکمه کانتینیو رو میزنم، اینجا خودش میاد و این متن رو مجدد بازنویسی میکنه. چک میکنید که همه چی اوکی باشه. کانتینیو. خب فکر میکنم در این قسمت باید منتظر باشیم تا این ویدیو آماده بشه. شما دعوت میکنم که حالا دقیقی رو توی این صفحه باقی بمونید. حالا من کم دکمه پاز رو میزنم ولی شما از مجبورید که حالا فکر کنم 1-2 دقیقه اینجا وایسید. و دست آخر این ویدیو مثل جشن‌های ایرانی یا ولنتاین میتواند به شما سود زیادی برساند. تصور کنید که با یک وبسایت بهینه‌سازی شده برای SEO محصولات شما در نتایج جستجوی گوگل به راحتی دیده میشوند. این یعنی مشتریان بیشتری و در نتیجه درآمد بالاتر. با این طرح شما می توانید به زندگی لوکسی که همیشه آرزوش را داشتید نزدیکتر شوید. خونه‌های زیبا، ماشین‌های لوکس و یک آینده مالی مطمئن در انتظار شماست. این ویدیو با هوش مصنوعی و توسط مهندس شجاعی ساخته شده در صورت تمایل به یادگیری نحو. امیدوارم که شاد سربلند باشید.